اینجا اتاق کاری من در اینجا درس‌های خودم رو تیار میکنم و اینجا رو برای ما پدرم همه شرایط ها رو مهیا کردگی است و من در اینجا جای کاری خود رو دارم. من در یک هفته 3 مرتبه زبان روسی و 3 مرتبه زبان انگلیسی می‌آموزم و در اینجا همه کتاب‌های من است و من با کامپیوترم کارهای شخصی خود رو اجرا می‌نمایم. Ну вот постригся я вот, сейчас побрился, вот молодец мой микроб. Каждое воскресенье приходит в 11 часов, хорошо постригает, очень хороший мальчик, вежливый, со всеми обращается на «вы». وقتی که آنها با من دعا میدین من خودم را آدم خوشبخت‌ترین روی جهان حس میکنم. همچون زمین بیکران نیکی بیماند جاویدان.